شما یک کار بکنید مرا یک مرمی بزنه از عذاب زیر خلاص کنید. چرا کاکا خیر است ما با کمک شما آمدیم. خدا جبر قبله ما با کمک شما آمدیم خیر است کاکا. کاکا میوایی شما فقط یو مرمی ولجزو ختم شما. کله ټول رنگ دې خاموش ما ذکر دې خدایا. خیر است مامور شما. شما یک کار بکنید مرا یک مرمی بزنه از عذاب زیر خلاص کنید. چرا کاکا خیر است ما با کمک شما آمدیم. خدا جبر قبله ما با کمک شما آمدیم خیر است کاکا. کاکا میوایی شما فقط یو مرمی ولجزو ختم شما. ولی چی بکنید؟ خیر است کاکا خیر است کاکا ما همراه شما هستم. خدا شما کم نیاره. ما همراه شما هستم ما همراه شما کمک میکنم. خیر است در زندگی میایه بعد ما شما صبر و حوصله کنیم. کاکا او در دولو خفای کاکا میوایی دیروز از ایران بیامده زنی که کشته شد برای تختار کوی برای کیت برای خیر است ما همراه شما هستم کاکا ما هم هستم همراه شما تشویش نکنی. کاکا چند نفر شما شهید شده؟ ما 5 تا شهید شده. چند نفر مونده در خانه؟ مونه این بچه بمونده یک چی مونده دیگر 3 تا بمونده دیگر خبر شد 10 نفر خونه مونده. ما همراه شما هستم. خیر است کاکا خیر است چیز نکنی که جسم در خاک پر میشه. خیر است کاکا. کمک شده علید برید؟ چی کمک شده؟ پول داد ما منافر یک 5000 برید پول داد. علی با کدام چیز ضرورت داره شما؟ هر کد که شما خوشید شما هر داره که بشه منوکر شما هست. خیر است کاکا ما همراه شما هستم. کاکا می خفه کنم وی در دولم وای ما فقط یو مرمی وله چې غم خلاص شي زما ټول فامیل ختم شوی زما هر څه ختم شوی دي. خیر است خیر است برادر خیر است برادر خیر است من همراه شما هستم برادر. خیر است ما همراه شما هستم برادر. خیر است برادر من همراه شما هستم. حالا زمون په وطن باندې یو غیبي رحم وکړي په دې وطن کې مونږ هم د غم نه بغیر بل هیڅ هم نه ولیدل. کاکا مې راته وایي چې ما یوه مرمي ووله چې کار خلاص شي مونږ خو د ستاسو سره د همدردۍ دپاره راغلي یو د مرستې دپاره راغلي یو. من میرفتم خدا اینجا براتون سرم چهار میکشیدم من میرفتم دیگه خانوادم تی خانه بود بیام سرم چهارواق اینم یه بار تکردم که بیام برات او کشیدم یک داد ول که بکشیدم یا دیدم مرهمیت کردن چه دیگه ریگاش من خیلی پاس کردم یا لیکن پاس کردم استاد با هم بتیجم با وقتان سر خون گرد خونه تیار کرده خوشحال کرده بیامدن نه کت خاک نه زن نه بچه هیچ اینو گال از ایران بوده. خیر است کاکا یه دور زندگی است تیر میشه کلگی ما شما در زیر خاک میاریم. خیر است کاکا ما همراه شما هستم. آن چطور میکشی؟ اینا را تیم مدو خانه و یک خانه بچه از مردم چی میخوای علی؟ از مردم چی میخوای؟ که تو را میبینم از مردم چی میخوای؟ چی میخوای؟ از مردم چی میخوای؟ ما را دیر سال پار سال بیام مامان نیاگ خیمه داد نیستم ببینید خوب این بچه دیشنه این بچه براتون بلند تیم خیمه خوش نی خیمه داد با من کسی من چی ندارم نفس من تنگ میشه هیچ گپ ندارم. خیر است ما همراه شما هستم. قدرمن هیوادوالو تر ټولو مهم وخت هم دغه دی چې ورسره مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو. زموږ دغه ورونه نن په غم کې دي نن په درد کې دي نن دې حالت ته راغلي دي وایي چې ما یوه مرمي ووله چې بیخي د غم خلاص شي. نن دلته هر څه د خاورو لاندې دي. تاسو که دغه حیوانات وګورئ دم د خاورو لاندې دي. کله ټول رنګ دې خاموش ما ذکر دې خدایا مور کئی شهید پلار شهید سمحشر دی خدایا.